گوناگون است. عصب، پسیاریاز، هپاتیت اس، آسما، برای کسلی قند را میفرارد، معتدل میکند. برای اکثریت بیماری ها محصولات های این شرکت فایده‌ناک است. در شرکت با نفوذ اتمی زنان تاجیکی ما پیشصف و فعالند. زنان داغستان در دوام 2 سال 2.5 سال بعداً درآمد به دست آوردند، ولی زنان تاجیک در دوام 8 ماه درآمدی خوبی به دست آوردند، یعنی معاش گرفتهشان 250,000 روبل روسی است. شرکت به کارمندان خود نمیگذارد که محصولات‌هایش را مجبوری برده و دیگران توصیه دهند رکلام زیاد کنند، چون که علاقه این شرکت خریدارانی زیاد دارد، از محصولات خوبش باوری دارد. در این شرکت کار کنید، بزینه اول برایت معاشتان از 100,000 روبل روسیه سر می شود، بزینه دوم برایت از 250,000 روبل روسیه سر می شود.